26 مارت و صبح 27 مارت سال 2023 در تاجیکستان و افغانستان باز دو زمین لرزه شدتشان طبق جدول ریختر بیش از 4 بال رخ داده است. بنا به اطلاع پایگاهی که زمین لرزه های رخ داده در سراسر سیاره را لحظه به لحظه پیگیری می کند، زمین لرزه اول نیمه دوم روز 26 مارت ساعت 18 و 14 دقیقه به وقت تاجیکستان در عمق 117 کیلومتر رخ داده. اقتدار این آفت طبیعی در مرکزش 42 کیلومتری جنوب و غرب مرکز ناحیه اشکاشم ولایت بدخشان افغانستان 4 بال را تشکیل داده است. اشکاشم افغانستان در آن سوی دریای پنج در روبروی اشکاشم تاجیکستان جایگیر شده است. در معلومات امین منبع صبح بر وقت 27 مارس ساعت 04:23 دقیقه به وقت دوشنبه در نزدیکی مرز افغانستان با تاجیکستان باز یک زمین لرزه به عمل آمد. مرکز این زمین لرزه در 25 کیلومتری جنوب و مرکز ناحیه فرخار ولایت تخار افغانستان جایگیر شده. زمین در عمق 124 کیلومتر با شدت 4.2 بال لرزیده است. این زمین لرزه ها در پی زمین لرزه پرخسارات شب 23 مارت با مرکزش در ناحیه کوهستان مشچا در شمال تاجیکستان است که به گفته مقامات این آفت طبیعی باعث ویران شدن 216 خانه از جمله 144 خانه در ناحیه کوهستان مشچا، 53 خانه در ناحیه رشت و 19 خانه در ناحیه نورآباد شد. برای رفع عاقبت‌های این زمین لرزه کمیسیون جمهوری تحت رهبری سروزیر تاجیکستان کاخر رسولزاده تشکیل شده است. تاجیکستان در یک منطقه زلزله‌خیز قاره آسیا جایگیر شده. هر سال در قلمروش صدها زمین جنبی ثبت می شود.